این اسبی که شما میبینید بیننده های گرامی ذاتی اسب انگلیسی هست و فعلا قهرمان مطلق است بین اسبایی که در نوروزگاه پایتخت نگهداری میشوند. از میان 22 اسبی که در اینجا نگهداری میشوند ایبل یگانه اسبی است که امروز خریدارانش میتوانند با نرخ $75,000 این اسب را خریداری کنند. بس تو لینک شما برداره تو Rüzgüre. Selam aleyküm. Sarmık kankam işte. Aradın katraşı. Bir durun şorta neymiş o? Verin de. Yay, toya bir peş verdim. من اینجا 6 سال میشود قطعی اسب کار میکنم. من یک چند اسب تیار کردگیم تاجیکی انگلیسی پولکانی برای پایگاه هر پایگاه میشه من میدونم اسب میدونم یک بار یکم آمدم دوم سوم جایزه کلون گرفتگی این اسب انگلیسی میباشد 6 ساله چمپیون تاجیکستان ویاش 2 ساله من خودم از دارم دو تا یک تا تاجیکی یک تا انگلیسی آیا تیار میکنم چی پایگاه میشود برآورده میدم اسپار از کجا میگیرین شما؟ اسپار از زود میبریم این از انگلیسی یکم بایتال آورده میپرونیم آینده تویش میگیریم زود به زود رفتن میگیرم سر ساعت 6 میبریم تا 9 کار میکنیم بعد 9 علف میتیم و 11 12 و دپو او جمع شما میکنیم خونه میکنیم در مدتی که مهربانی میکنی اپا جان آورده یک سه میتی قند میتی بسیار دستمال میکنی و مهر میبندد بلکه اومدی فریاد میکنند حرارت کردن میکنند